امروز ملا حسن صحبت میزنه از یک بحث عمیق فلسفه که خیلی شفافه. شفاف چی میگویم؟ اون چی یعنی از این ورش چی نگاه میکنه اون ورش دیده میشه، مثل نردبان. پس این بحثی که از این ور نگاه میاندازه از اون ور درک فهمی میکنه. از نظر فلسفه دایره زندگی مربعه که 3 ضلع داره: سیاسی، اقتصادی. پس مقام ما که میگویی حماسی، اقتصادی، سیاسی، مزخرف که نمیگویی، علت که نمیکنه، شاید خودش میفهمی چه میگویی. پس اون بحث اقتصاد شد. بحث اقتصاد شد، من اونی بگویم که شما برادران بسیجی که وقتی میرید خرید، وقتی میایید هم خرید ها، یعنی با رفتن آمدن که خرید عوض نمیشه چی. بسیجی اختا سر اونجا درز برای من نگاه میاندازه. تو همانه که بدبختی بینوا اون دفعه که برگ رفته بود 5 ساعت روی پله برگی گیر کرده بوده. بدبختی بینوا نفهم عقل میداشتی تلفن میزدی اون جندر باطل راه میانداختی که برگ میدی. خلاصه کجای آن حماسه بوده؟ حماسه اقتصاده بوده. اما سیاسی هم مهم به، مخصوصا انتخابات داره اون آخر خرداد که از حالا مقام ازما به صورت اوزگویلی افتاده. اوزگویلی چی میگویم؟ یعنی اینجوری اتاق باز نه اونوره افتاده با کله. اما اون بحثم کنار. امروز ملا حسن بحث علمی میزنه، چون که ملا حسن برای خودش فیزیکدانه. فیزیکدان یعنی چه؟ یعنی اون چی در درون خودش فیزیک داره، مثل نمشدان، مثل گندان، شکردان، آبادان، نردبان غیره. اما اون بحث چی میکنه؟ الان وارد فصل گرمایش میشوه. بحث امنیت حجاب یا حجاب امنیت اون چه؟ از نظر علمی فصل گرمایش چی میشوه؟ گرما باعث انبساط میشه. پس گوش میزن بحث علمی گیر میآوره ها. گرما باعث انبساط میشه. شما نگاه کنید که در تابستان روزها دراز میشه، منبسط میشه. از اون و زمستان روزها کوتاه میشه، یعنی تکلی میشه. پس باید که در داخل تابستان آستین لباس هم منبسط میشه، دراز میشه. پس سر کوتاه میکنه. پس فهمید خزاره چشیده که علمی نمیکنه، قبول کرده؟ استجبار چی شد؟ کلمت لال شد. اوکی اون چه میگفتی؟ من بحث میزده. بحث انتخابات میگفته. انتخابات داره. انتخابات چی میکنه؟ یعنی قانون داره. من خودم خیلی قانونه ملا حسنی. من یک بار پدرم مرحوم شده بود، غمگسته زده شده بودم، چون که اصلا سابقه نداشت، دفعه اولش بود. من پرسیدم که این پدر من چطوری مرده شده؟ گفتند که مار اون زده. من اونم پرسیدم که از جلو زده یا از پشت سر زده. گفتند که مار اونه از پشت سر زده. من گفتم هیچ مشکل نداره، چون که طبق قانون مقصر اون که از پشت سر زده. اونا خیلی مقبول که به ارائت هم تحمل کردید، موقت باشید، هر چه خاک اونه به اثر بسیج باشه. بله.